تصور کن یه قدرت ویژه داشته باشی. قدرتی که بقیه آدمای دور و برت ندارن و این ویژگی تو رو از همه اونا متمایز میکنه. تو مدرسه، تو دانشگاه، تو سوپرمارکت و توی باشگاه ورزشی، هر کجا که میری این قدرت همراهت هست و دونستن همین موضوعی که بهت اعتماد به نفس میده. اما درباره چه قدرتی حرف میزنم؟ قرار نیست توی این ویدیو یاد بگیری پرواز کنی یا روی آب راه بری. امروز میخوام بهت یاد بدم چطور دیگران رو وادار کنی درباره خودشون، علاقه‌مندی‌هاشون، میزان درآمدشون، ترس‌ها و انگیزه‌هاشون باهات صحبت کنن، بدون اینکه احساس کنن داری سوال و جوابشون میکنی. تازه باورت نمیشه اگه بهت بگم بعد از اینکه این همه اطلاعات ازشون گرفتی، نه تنها ناراحت نمیشن، بلکه باهات احساس راحتی و نزدیکی بیشتری هم پیدا میکنن. انگار که یه دفعه‌ای دوست قدیمی و همدم چندین سالشون رو پیدا کرده باشن. بعد از دیدن این ویدیو، ابزاری قدرتمند به مغزت هدیه دادی که میتونه باهاش مثل جیمز باند با هر کسی، هر جایی و در هر شرایطی ارتباط برقرار کنی. شاید بخوای از کسی که مدت‌ها روش کراش زدی درخواست کنی باهات قرار بذاره. شاید میخوای بفهمی دوستت چه کلاس‌ها و جزوه‌هایی برای کنکور استفاده میکنه، یا رقیب تجاریت ماهی چند تومن اجاره مغازه‌شو میده. خلاصه اینکه تو قانع کردن آدما و به دست آوردن اطلاعات حساس مهارت پیدا میکنی. با این ویدیو جذاب و آموزنده از کانال نسل ذهن همراه باش تا هنر پرسیدن بدون سوال کردن رو یاد بگیری. elicitation یا همون پرسیدن بدون سوال کردن یکی از ابزارهای کلاسیک در مجموعه روش‌های جاسوسی اطلاعاتی سازمان‌هایی مثل CIA بوده و حتی همین الان هم هست. از دوران جنگ سرد، یعنی هول و هوش سالهای 1950 تا 1980، این سازمان به شکل هدفمند از روش‌های روانشناختی و رفتاری برای جمع‌آوری اطلاعات از اهداف انسانی استفاده می‌کرده. این روش‌ها بخشی از تمرین‌های کلیدی ماموران CIA بودند و اتفاقاً بعد از وقوع حادثه 11 سپتامبر دوباره بعد از 2 دهه در دستور کار این سازمان قرار می‌گیره. اما اهداف اصلی ماموران CIA از استفاده کردن از این تکنیک‌ها چی بوده؟ 1. کسب اطلاعات بدون برانگیختن سوءظن. مأمور سعی میکنه از طریق گفتگوهای عادی، مثلا توی کنفرانس، مهمانی یا ملاقات کاری، اطلاعات حساس رو به صورت غیر مستقیم از هدف بگیره، بدون اینکه فرد متوجه بشه داره تخلیه اطلاعاتی میشه. 2. ارزیابی و شناسایی منابع بالقوه. با صحبت‌های هدایت شده، مأمور میفهمه چه کسی ممکنه دسترسی به اطلاعات یا تمایل به همکاری داشته باشه. 3. تایید یا رد داده‌های موجود. از طریق گفتگو با چند فرد متفاوت، مأمور میتونه صحت اطلاعاتی رو که از افراد قبلی گرفته بررسی کنه، بدون اینکه هدف بدون داره تخلیه اطلاعاتی میشه. 4. شناخت الگوهای فکری افراد مختلف. هدف از این کار فقط گرفتن داده نیست، بلکه برای درک طرز فکر، ارزش‌ها، هدف‌ها و نقاط ضعف افرادم به کار میره. همه اینا رو گفتم که بدونی این روش واسه تبدیل شدن به کسی که راحت با دیگران گفتگو میکنه و هر اطلاعاتی که لازم داشته باشه رو به دست میاره خیلی روش بی‌نظیریه. اما خب ما که نه جاسوس CIA هستیم و نه مأمور KGB، پس یعنی این تکنیکا به درد ما نمیخورن؟ چرا؟ اتفاقاً آدمایی که ما در زندگی روزمره‌مون با اونا نشست و برخاست داریم خیلی راحت‌تر مایل به گفتگو و صحبت کردن هستن تا افرادی که یه مأمور اطلاعاتی با اونا سر و کار داره. یکی از افرادی که توی تحقیق و توسعه این روش‌ها نقش خیلی موثری داشته، چیس هیوز، متخصص روانشناسی و علوم رفتاریه که 20 سال از عمرش رو توی نیروی دریایی ایالات متحده به رفتارشناسی انسانی، عملیات اطلاعاتی، بازجویی و تحلیل رفتار، اونم در شرایط نظامی گذرونده. هیوز بعد از تموم شدن دوره نظامیش وارد حوزه آموزش و توسعه مهارت‌های رفتاری، زبان بدن و متقاعدسازی افراد شد. اون که موفق شد به عنوان یکی از 20 مدیرعامل برتر سال 2020 در سراسر آمریکا شناخته بشه، میگه تو این روش به جای اینکه مستقیما سوال بپرسی، باید یه عبارتی رو مطرح کنی. نه که پرسیدن مستقیم تو رو به جواب نرسونه ها، اما یادت باشه که موضوع مورد نظر ما هر چقدر حساس تر باشه، باید سوالای مستقیم کمتری بپرسی. باید مکالمه رو به صورت آگاهانه به سمتی سوق بدی که فرد مقابل با اختیار خودش اطلاعاتش رو فاش کنه. در ادامه
5 تا از بهترین تکنیک‌های پرسیدن بدون سوال کردن رو با هم دیگه بررسی می‌کنیم که هر کدومشون میتونه درهای زیادی توی مکالمه با آدمای مختلف به روی ما باز کنن. روش اول، عبارتی رو آگاهانه به غلط مطرح می‌کنیم واسه اینکه اشتباهمون با جواب درست فرد مقابل اصلاح بشه. هیوز یه مثال ساده میزنه. اون میگه تصور کن من و شما وارد فروشگاه والمارت میشیم. یه خانم جوان رو میبینیم که داره قفسه ها رو مرتب میکنه. من به شما میگم قراره بری با اون دختر صحبت کنی و ظرف فقط 1 دقیقه متوجه بشی درآمدش چقدره. البته شما حق ندارید هیچ سوالی بپرسید. سخت به نظر میاد نه؟ در واقع خیلی راحت‌تر از اون چیزیه که فکر میکنی. کافیه با یه درخواست عادی شروع کنیم به باز کردن سر صحبت با اون خانم. مثلا بپرسی ببخشید ممکنه قوطی‌های خیارشور رو بهم نشون بدی؟ هرچی میگردم نمیتونم توی قفسه‌ها پیداشون کنم. و اون دختر شما رو میبره به سمت قفسه خیارشورا. در طول مسیر جادوی اصلی اتفاق میفته. ما یه عبارتی رو که اشتباه فاحشی توی خودش داره به عمد مطرح میکنیم. با وجود اینکه میدونیم غلطه. اما هدفمون اینه که مخاطب فکر کنه ما در جریان موضوع نیستیم و اشتباه ما رو اصلاح کنه. مثلا به اون خانم میگیم من توی یه مقاله تو اینترنت خوندم که دستمزد کارمنده فروشگاه والمارت به ساعتی $26 افزایش پیدا کرده. این خیلی عالیه. و از اونجایی که این عدد خیلی دور از واقعیته، اون دختر با تعجب میگه چی؟ من دارم ساعتی $17 میگیرم. الان اون دختر اصلا احساس نمیکنه داریم ازش بازجویی میکنیم. گاردشو بالا نمیاره. به جاش اشتباه ما رو تصحیح میکنه. چون نمیخواد ازش تصویر اشتباهی توی ذهن ما نقش ببنده. یکی از حساسیت‌های مردم اینه که دیگران درباره‌شون افکاری دور از واقعیت داشته باشن. اما چرا قراره آدما وارد این بازی ما بشن؟ به خاطر اینکه این روش‌ها ریشه در ویژگی‌های روانشناختی ما انسان‌ها داره. آدما دوست ندارن اطلاعات غلط ازشون دهن به دهن بشه. پس اشتباه آگاهانه ما رو اصلاح میکنن. دوست دارن مؤدبانه به کسی که ظاهراً موضوعی رو نمیدونه کمک کنن و اون رو آگاه کنن. در نتیجه بهش اطلاعات میدن. دوست دارن با دادن اطلاعات باهوش و مطلع به نظر بیان. در نتیجه بهمون اطلاعات میدن. و دوست دارن برای یه نفر بشینن صحبت کنن. یه نفر که حرفاشونو میشنوه و درکشون میکنه. در نتیجه بیشتر و بیشتر صحبت میکنن. پس اتفاقاً این افراد نه تنها ناراحت نمیشن از اینکه این همه اطلاعات شخصیشون رو با ما به اشتراک بذارن، بلکه حتی احساس نزدیکی بیشتری هم بهمون پیدا میکنن. چون ما شنونده خوبی واسه نظرات و عواطف و احساساتشون بودیم. در نتیجه مغز اونا بهشون حس بدی نمیده. چون اصلا احساس نمیکنن که داره ازشون بازجویی میشه، بلکه خودشون با تمایل خودشون دارن صحبت میکنن. و این یکی از ساده ترین تکنیک‌های وادار کردن دیگران به صحبت کردنه. اما تکنیک‌های خیلی کاربردی دیگه‌ای هم هستن. مثلا تکنیک شماره 2 مال وقتیه که نیاز به دونستن یه عدد دقیق به عنوان جواب داریم. اما قبل از اینکه تکنیک دومو براتون بگم، ممنون میشم اگه حرفام تا اینجای ویدیو براتون جالب بوده، کانال خودتون رو سابسکرایب کنید و به خانواده نسل ذهن ملحق بشید. اینجا قراره درباره هر چیزی که به رشدمون کمک کنه با هم صحبت کنیم. اما بریم سراغ تکنیک دوم، یعنی تعیین کردن یه بازه حدودی برای اینکه طرف عدد دقیق یا بازه کوچکتری رو بهمون بگه. تصور کن کمپانی رقیب شما قصد داره دفترش رو به ساختمون دیگه منتقل کنه. آقای رئیس به شما دستور میده که با کارمندای شرکت رقیب ارتباط برقرار کنی و ازشون درباره زمان دقیق نقل و انتقال این شرکت اطلاعات کسب کنی. فکر کن ما تونستیم یکی از این افراد رو یه جا پیدا کنیم و باهاش سر صحبت رو باز بکنیم. کافیه به اون آدم بگی شنیدم قرار بعد از عید جابجا بشید. الان ما چیکار کردیم؟ ما یه بازه زمانی بزرگ رو تعریف کردیم. بعد از عید میتونه تابستون باشه، میتونه یه روز بعد از عید باشه، میتونه مهر همون سال باشه. این بازه زمانی بزرگیه. و از اونجایی که اطلاعاتمون غلطه، اون کارمند ساده‌لوح میخواد جلوی ما خیلی باهوش به نظر بیاد. انگار که از تمام رازهای شرکتشون خبر داره. میخواد خفن به نظر بیاد. واسه همین میگه نه، اتفاقا تا قبل از 13 داریم جابجا میشیم. الان بازه‌ای که اون آدم گفت خیلی کوچکتر از بازه‌ای بود که ما تعیین کردیم. در نتیجه خیلی دقیق‌تره. ما خودمون رو میزنیم به ناباوری. میگیم شوخی میکنی. وسط عید که همه جا تعطیله، امکان نداره بشه جابجا شد. و اون کارمند
بازم اطلاعات بیشتر و بیشتر و بیشتری از نقشه‌های سری شرکت خودشونو برای ما رو میکنه. تو تکنیک سوم ما از یه پیشفرض قضاوتگرانه استفاده میکنیم. مثلا دوستت رفته مسافرت و تو میخوای از جزئیات این سفر مطلع بشی. باید فرض رو بر این بگیری که سفر خوب و بی‌نقصی داشته باشه. پس بگی شرط می‌بندم کلی تو این سفر بهت خوش گذشته. یا شرط رو بر این بذاری که سفرش اصلاً خوب پیش نرفته و بگی به نظرم سفر سخت و خسته کننده‌ای داشتی. این مدل پیش‌فرض‌ها همیشه بهتر از سوال مستقیم پرسیدن جواب میده. چرا؟ چون فرد مقابل احساس میکنه که داره اطلاعاتش رو با میل خودش و نه با زور با ما به اشتراک میذاره. اگه حدست درست باشه، دوستت مشتاق میشه بیشتر در این باره توضیح بده. و اگه فرضت غلط باشه، همونطوری که قبلا گفتیم، برای اینکه اطلاعات غلط توی ذهنت شکل نگیره، سریع فرض تو رو اصلاح میکنه و میگه که نه سفر نرفته بودم. واسه یه قرار کاری رفته بودم اصفهان. باید با شرکت جدیدی که توش استخدام شده بودم صحبت میکردم. و ادامه ماجرا. جالبیش اینجاست که اگه ما مستقیما ازش سوال میکردیم، یا جوابمون رو نمیداد یا با یه بله و خیر ساده صحبت رو تمومش میکرد. تکنیک چهارم، بیان تعجب شدید از یه موضوع برای افزایش اشتیاق فرد گوینده به ادامه دادن صحبت‌هاش. فرض کن با تکنیک سوم دوستت رو وادار کردی بگه آره رفته بودم سفر، رفته بودم اردبیل. ما اینجا با بیان تعجب شدید میگیم شوخی میکنی، یا مثلا باورم نمیشه، یا بگو به خدا. و از این دست جمله ها که بیانگر تعجب شدید ماست. چرا؟ آدما وقتی میفهمن حرفشون برای مخاطب جالب و هیجان انگیز بوده، خیلی خوشحال میشن و این وادارشون میکنه بیشتر و بیشتر درباره اون مسئله با ما صحبت کنن. حالا دوست داره ریز بریز جزئیات این سفر رو با ما در میون بذاره. کجاها رفته، چی خورده، چه فعالیت‌هایی انجام داده. اینجاست که ما دوباره از تکنیک سوم استفاده میکنیم و با بیان کردن یه پیشفرض قضاوتگرانه میگیم من عاشق وقتاییم که همه چیز طبق برنامه پیش میره و هیچ مشکلی پیش نمیاد. خب طبیعتاً یه فرض محالی مطرح کردیم، مگه ممکنه هیچ مشکلی پیش نیاد؟ اینجاست که اون دوست ما لازم میبینه تا فرض غلط ما رو اصلاح کنه و بگه نه بابا اتفاقاً یه جا پنچر کردیم، جلوتر یه جای دیگه چادر ماشینمون رو دزدیدن و تا به خودش بیاد میبینه مو به مو از خاطرات سفرش واسه تو که اونجا نبودی تعریف کرده. و دقت کن ما در تمام طول این گفتگو حتی یه سوال هم نپرسیدیم. ما با بیان تعجب شدید فقط وادارش کردیم بیشتر و بیشتر صحبت کنه. قبل از اینکه تکنیک آخر رو با هم دیگه بررسی کنیم، یه چالشی برات دارم دوست من. سعی کن هر چیزی رو که توی ویدیوی امروز یاد گرفتی با افرادی که باهاشون صحبت می‌کنی تمرین کنی. کم کم توی این کار به مهارت بالایی میرسی که حتی خودت هم شگفت زده میکنه. اما اصلا چطور باید یه مکالمه رو استارت بزنیم؟ اینو توی پرانتز برای نکته شماره 4 میگم. باید با این کلمات بحث رو شروع کنی. پس، اگه اشتباه نکنم، فکر کنم، شرط می‌بندم، کلماتی که اصلا ربطی به پرسش نداشته باشن. مثلا میگیم پس 2 ساله که توی این شرکت استخدام شدی. اگه اشتباه نکنم شما خونتون توی این محله است. فکر کنم اولین باری باشه که سوار اتوبوس میشی. شرط می‌بندم تا حالا سوشی نخوردی. همه اینا عبارات خیلی خوبی هستن که باعث میشه ما بتونیم پیش‌فرض‌های خودمون رو مطرح کنیم و سر صحبت رو با طرف مقابل باز کنیم. و اما تکنیک پنجم، تعریف و تمجیدهای هدفمند از فرد برای اینکه وادارش بکنیم بیشتر صحبت کنه. درباره موضوعی که میخوای ازش اطلاعات به دست بیاری از طرف تعریف کن. تعریفت نباید از ویژگی‌های ژنتیکی و خدادادی فرد باشه، مثل رنگ چشماش، بلکه باید از عادت‌هاش، رفتارش، استایل و طرز لباس پوشیدنش، مهارت‌هاش و اینجور چیزا باشه. چیزایی که سلیقه و تصمیمات شخصی خودش در به وجود اومدن اونا نقش داشته. مثلا لباس چقدر خوش عطره، ماشینت چه رنگ آبی خاصی داره، چقدر خوب فلوت میزنی. تصور کن رفتی کافی شاپ و یه کاپوچینوی خیلی خوشمزه‌ای میخوری و میخوای هر طور که شده دستور ساختش رو یاد بگیری. خیلی ساده. اول از مزه اون قهوه تعریف کن و بگو تا حالا قهوه به این خوشمزگی نخورده بودم. وقتی توی قهوه فقط دونه‌های عربیکا باشه باید هم اینقدر خوشمزه شده باشه. با یه احتمال بالای 90%
اینجا آقای باریستا برای اینکه اشتباهت رو اصلاح کنه میگه نوش جونت داداش، این 70 ما یه فرض کاملا مسخره‌ای مطرح کردیم و در نتیجه اون آقا مجبور شد اشتباه ما رو اصلاح کنه. حالا باید با تکنیک شماره 4 تعجب شدیدمون رو بیان کنیم و بگیم شوخی میکنی. نمیدونستم 70 رو با شیر سردم میشه ترکیب کرد. الان ما دوباره فرض کردیم که اون آقا شیر رو گرم نکرده. یه فرض غلط دیگه و در نتیجه همینطوری هی بیشتر و بیشتر و بیشتر ازش حرف میکشیم تا در نهایت به دستور کامل کاپوچینو برسیم بدون پرسیدن حتی یک سوال. البته نکته مهم اینجاست که یادمون باشه بحث رو با موضوعات کلی و غیر شخصی شروع کنیم و کم کم به سمت موضوعات حساس‌تر هدایتش کنیم. دوست خوبم، هدف از این آموزش فقط اینه که بتونیم با نزدیکانمون ارتباطی عمیق‌تر و رابطه‌ای محکم‌تر داشته باشیم. تو دنیای امروز که همه بیشتر تایپ میکنن و کمتر با همدیگه درباره خواسته ها و علایقشون، ترس ها و خطوط قرمزشون صحبت میکنن، ما این دیوار نامرئی بین خودمون و دیگران رو خراب میکنیم و تلاش میکنیم تا روابط انسانی رو بهبود ببخشیم. دعوتت میکنم این ویدیو فوق‌العاده آموزنده رو ببینی درباره اینکه چطوری بی‌حوصلگی باعث میشه ایده های بیشتری به مغزمون برسه. اما وایستا، قبل از اینکه روش کلیک کنی یادت نره دکمه سابسکرایب رو بزنی. تا ویدیوهای بعدی، خدا نگهدار.